زندانهای ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می شوند. آقای رئیس دادگاه، همین دادگاه های شما آنان را محکوم به زندان می کند. آنان وقتی که به زندان بر می روند و باز می گردند دیگر کتاب را کنار می گذارند، مسلسل دست می گیرند. باید به دنبال علل اساسی گشت. معلول ها فقط ما را وادار به گلایه می کند. آقای رئیس دادگاه، کدام شرافتمند است که در گوشه و کنار تهران مثل نظام آباد، مثل پل امامزاده معصوم، مثل میدان شوش، مثل دروازه‌غار برود با کسانی که یک دستمال زیر سر دارند صحبت کند و بپرسد شما از کجا آمده اید، چی میکنید؟ میگویند ما فرار کرده ایم. میگویند ما فرار کرده ایم.